هر کسی که در خاک این سرزمین پاک که نام دارد تاجیکستان بیشت آسا زندگی میکند معذف است که در حمایه زادبوم خیش جان خیش را دریغ ندارد. زیرا ما یک وطن داریم، یک مادر جان داریم که آن نام دارد تاجیکستان و وظیفه فرزندی ما همین است که این مادر رمزیمون یعنی وطن را دوست بداریم، حمایت کنیم و به خاطر آبادیش با دست و دل پاک جهد نماییم. بیننده عزتمند تلویزیون سفینه درود و سلام ما را بپذیرید. این سلسله برنامه دنیا پر از جوانی است. از افیر تلویزیون سفینه منظور شما. با شما هستم در استودیو طول چند دقیقه من سید انور بابا جان و حضور دارند مهمانان ما در استودیو دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان که اطراف این موضوع امروز نظر و اندیشه های خیش را بیان می سازند. قبلا من حضور همه شما را خیر مقدم میگویم به تلویزیون سفینه. خوب کردید که آمدید و موضوع وطن دوستی یکی از موضوعهای محوری است، یکی از موضوعهای کلیدی است در جامعه تاجیکستانی عزیز. سر کرده از سرور معظم کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همیشه در برآمد و البته در چوربینی ها نسل جوان کشور را، مردم شریف تاجیکستان را هدایت می سازند بدان خاطر که این مردم واقعا وطن دوستی اصیل باشد و مثل پیشوای معظم ملت. خب از مهمانانی که در این قسمت استودیو نشستن از شما سوال میکنیم که محبت داشتن به وطن، حفظ و حمایه مرز و بوم، دوست داشتن این سرزمین، خدمت کردن به مادر رمزیمان شروع از کجا می شود؟ یعنی از کجا منشأ می گیرد که در این سمت وظیفه‌دار است که فرزندان را مخصوصا نسل نورس و جوان را در روحیه خودشناسی و خود آگاهی ملی و وطن دوستی و میهن پرستی تربیت کند؟ در همه برآمدهای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سخن درباره جوانان صدا می‌دهد. جوانان هوشیار باشند، زیرک باشند. جوانان آینده ملتند. جوانان باید دانش آموزند، زبان آموزند، اختصاص آموزند، اختصاصمند شوند. همین شهادت از همین تربیه وطن دوستی راهبری دولت، شهادت از دستگیری جوانان که از جانب راهبریت عالی کشور صدا می‌دهد، شهادت می‌دهد. اینو برای من فکر می‌کنم این موضوع نهایت موضوع مبرم است. و وقتی ما درباره تربیه وطن دوستی جوانان گپ می‌زنیم و به خاطر در ذهنیت جوانان پیدا نمودن همین تربیه وطن دوستی جوانان، من میخوام یک چند نقطه ها و یک چند دستاوردهای دوران صاحب استقلالی دولتی جمهوری اسلامی که ما امروز در ظرف 35 سال استقلال دولتی جمهوری اسلامی به دست آوردیم امروز اندیشه داشته باشم. مثلا ببینید که وقتی سخن درباره هر یک نقطه می رود امروز قانونگذاری است، سندهای معیاری است که این سند رو تنظیم میکنه. وقتی سخن درباره جوانان می رود امروز ما قانون جمهوری اسلامی درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان داریم که از سال 2021 قبول گردیده است و این مناسبت رو تنظیم میکند و در مورد یک قانون مقرر میگردد که جوان کی است. جوان شخصی است که از سن 14 تا به سن 30 سالگی رو در بر میگیرد، جوان دانسته میشود. و دیگر قانونی که امروز مناسبت رو واسه به تربیه وطن دوستی جوانان تنظیم میکنه قانون جمهوری اسلامی درباره تربیه وطن دوستی شهروندان نام دارد که از سال 2022 قبول گردیده است و امروز این مناسبت هایی که امروز ما مورد بررسی قرار میدیم پر به تنظیم می‌دارد. و در مورد یک قانون جمهوری اسلامی درباره تربیه وطن دوستی شهروندان مقرر می‌گردد که وطن چیست؟ وطن تاجیکستان است. وطن کشوری است که در آنجا صلح و ثبات است، استقلالیت است، دولتی آباد است، دولتی پیشرفته است. دولتی هست که در آنجا راهبری عاقل و دانا، راهبری که معارف پرور است، راهبری که جوان پرور است در آنجا کار و فعالیت میکنند، اداره میکنند. همین است دولت دولتداری و وطن همین است مفهومش که را قانون مقرر کرده است و شرع و اجزای ماده مذکور همین است. و قسمت دیمی ماده یک درباره مفهوم اصلی قانونی تربیه وطن دوستی شهروندان سخن می‌رود. درباره وطن دوستی چی است در اینجا مفهوم مقرر شده است. وطن دوستی این محبت به وطن، احترام به ارزش گذاشتن ارزش‌های ملی، احترام به انمی سیاست خردمندانه معارف پرانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است. احترام به انمی ملت تاجیک و دوست داشتن ملت تاجیک است. این است نشانه وطن دوستی وطنداری.
و در این ردیف یک چند دستاوردها را من میخوام به سهم بیننده، به سهم جوانان، به سهم عموما شهروندان رسانم که تا که باز هم حسی وطن دوستی و وطن دوری آنها بیدار شود. البته در اینجا ببینید در هم روزهای اولی که رهبریت عالی کشور به سر دولت آمدن، رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدن، بعضیای نه با عالم نه با جوانان با حقوق شناس نه با حقوق اقتصادی نه، اول و آخری آنها با جوانان بود. بله. این شهادت میکرد به دستگیری دولتی جوانان. و دیگر دستاوردی که هست امروز از دوران صاحب سالاری در سمت جوانان 3 قانون درباره سمت جوانان قبول گردید. یکم قانون سال 1990 درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان. بله. سال 2004 گروه کاری شد. البته امروز رشد مثبت اقتصادی داغمه نیست، رشد قانونگذاری داغمه نیست. سال 2004 قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان باز قبول شد، باری دوم. و سوم بار سال چلگی بالاتر گفته گذاشتیم، سال 2021 آخرین قانونی که قبول گردید قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان قبول گردید که امروز به واسطه مثبت رو در سمت جوانان و دستگیری دولتی جوانان به تنظیم میده. دیگر مثلا سال 1997 تأسیس کمیته جوانان که این هم دستگیری دولتی جوانان است و امروز نام دارد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. و دیگر مسئله که امروز میخوایم امروز اندیشه بشیم با سهم جوانان برسونیم که سال 2017 را سال جوانان اعلام کردند. خب امروز تشکیل چقدر آزمون‌های علم فروغ معرفت، فروغ سپیدانه کتاب است، تاجیکستان وطنی عزیزی من آزمون نوبتی ما امروز شاهنامه خوانی و این قطار آزمون‌ها شهادت از بیدار کردن حسی وطن دوستی جوانان است. و این یک بار نه و زینه به زینه من فکر میکنم این آزمون‌ها نتیجه گیری بعد میتونن بر رشد دولت داری ما و در جهان ما را معرفی میکنن که ما ملت کتابخوانیم، دانشمندیم، وطن دوستیم، وطن پروریم. خب دیگر مثلا برای عالمان جهان با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2014 کمیسیون عالی اتستاسیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که مردم تا سال 2014 چقدر زحمت میکشتن با خارج کشور میرفتن یا در تاجیکستان با یک زحمت‌های زیاد رساله‌های نامزدی و دکتری میکردن. این هم دستگیری عالمان جوان است که امروز با 3 زبان، زبان تاجیکی دولتی، زبان انگلیسی میتوانند در نزد کمیسیون اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوانان ما، عالمان ما امروز دفاع رساله نامزدی دکتری کنند. و ما فکر میکنم همین دستاوردهایی است که شهادت از بیدار کردن حس وطن دوستی جوانان شهادت میتید. واقعا امروز مایه افتخار و سرفرازی فرد ملت تاجیک است که در یک وطن آباد و آسوده، در یک وطنی که در فضای آن صلح و ثبات و استقلالیت است زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم، کار میکنیم و تمام درهای امید برای نسل جوان کشور، برای مردم شریف تاجیکستان باز است که این واقعا از خرد والا و ازلی پیشوای معظم ملت شهادت میدهد که برای این ملت تلاش میکند. و شما مفهوم وطن دوستی رو چگونه احساس میکنید؟ یعنی که امروز فرزند ملت تاجیک از قدم‌های نخست باید چگونه تربیت بیابد در این روحیه؟ حس وطن دوستی این ارزش بزرگترین ملت است. یعنی وطن را تنها دوست داشتن نمی شود، یعنی بلکه با وجودی که ما وطن را دوست می داریم باید ما حس وطن دوستی، خویشتن شناسی، هویت ملی را، یعنی در هر یک انسان باید همین چیز را ما باید احساس کنیم. یعنی وطنداری سخن در سخن نیست. بله، یعنی وطنداری تنها در سخن نیست، در عملهای ما است. بله. در دانشهای ما است، در کردار و رفتارهای ما است. یعنی در همه حالتها پیشوای معظم ملت در همه واخوری هایشان با جوانان، در همه واخوری هایشان همیشه تاکید میکنند که جوانان آینده ملت ما هستند. یعنی امروز آنها اینقدر امکانیت دارند که در تمام جهان پرچم تاجیکستان را پرافشان کنند، یعنی نام تاجیکستان را به تمام جهانیان معرفی کنند. یعنی همین امکانیت ها از جانب سرور دولت برای نسل جوان کشور و عموم مردم تاجیکستان عزیز دسترس است. آره، بله. و
дар тамоми суҳбатҳояшон таъкид мекунанд ва даъват ба амал меоранд ки ҷавонон на танҳо забони модарии худашонро ҳифзу ҳимоят кунанд, балки донистани дигар забонҳо низ барои онҳо бисёр дарҳоро мекушояд. Яъне барномаҳои маърифатӣ, варзишӣ, фарҳангиро ки бештар ҷавонон талқиндиҳандаи инҳо ҳастанд, ман фикр мекунам ки ҷавонон бояд бештару бештар болои худ кор кунанд ва чӣ гунае ки мегӯянд, ҷавонон бояд дар тамом дар арсаи ҷаҳонӣ бояд номи миллати худро болову парафшон намоянд. Чун мо дар остонаи 35-солагии истиқлолият қарор дорем, яъне истиқлолият бо як масъулияти бузургеро ба дӯши мо меорад. яъне истиқлолият, ҳифз ва ҳимоят аз истиқлолияти хеш аст. Истиқлолиятро соҳиб шудан ҳанӯз кам аст. онро ҳамчун ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ дарк кардан зарур аст. درست است. بله. خب تشکر، ولی من هنوز با یک سوال خود پاسخی روشن نگرفتم از جانب شما مهمانان عزیز. یعنی شما مفهوم وطن را گفتید ولی هنوزم فراختر و واضحتر آشکار بیان نکردید و نگفتید که امروز مادر تاجیک، یعنی خود شما مادر هستید، چگونه میخواهید فرزندان خود را وطن دوست تربیت کنید؟ یعنی با کدام راه و وسیله ها، با کدام مثلا اسلوب های زمان معاصر، چون دیگر زمانه در حال پیشروی است و فرزندان هم هوش و گوش و مثلا فهمیش و دانش خیلی خوب دارند با وجود از زمان خوردهشان. به همین خاطر یعنی ما با کدام مثلا راه ها، ما با کدام مثلا طرزها، ما با کدام شیوه های مادرانه تاجیکانه می توانیم فرزندان خویش را وطن دوست تربیت کنیم؟ وطن از عائله آغاز می‌یابد. وقتی که در عائله ما درباره محبوبیت کشورمون، درباره وطن زیبای خودمون به فرزندانمون همیشه خاطررسان میکنیم که مثلا از تاریخ و گذشته خود باید ما یاد کنیم و همین گونه ما میتوانیم فرزند خود را برای دوست داشتن وطن و وطنداری تلقین نماییم. شما میدونید که من همین پاکیزه نگاه داشتن حوله در خانه، احترام گذاشتن به حق و همسایه ها، شکر گذاشتن از آب و دانی که در این سرزمین است، این تربیت وطن دوستی است. بله، یعنی وقتی که ما فرزند را در روحیه وطن دوستی تربیت میدهیم، یعنی ما باید از همه نازکی های همین عرف و عادت های خودمون، یعنی از همون مهمان نوازی خودمون، یعنی از همون مهر و محبت به کلان سالان، احترام گذاشتن به خرد و بزرگ دیار و ناحیه، باید ما همین چیز رو تلقین دهیم به فرزندان خودمون، آموزیم که یعنی همین دوست داشتن از عائله سرچشمه میگیرد. یعنی باید فرزندان ما احساس کنند که در یک جایگاه گرم زندگی میکنند که نام این جایگاه گرم، نام این سرزمین زیبا تاجیکستان است. بله. و هر زمان، هر لحظه، هر دقیقه آماده باشند برای حمایت آن، دست بالا باشند برای مثلا پرافشان کردن پرچم آن، ارجگذار باشند باید به بزرگان این ملت، کتاب دوست باشند، سرور معظم این ملت را احترام گذار باشند، چون که ما به واسطه با این همه قدم های استوار رسیدن امان تنها از اندیشه واقعا بزرگ، خرد ازلی، دانش والا و از خود گذشتن های پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان است. بله، در هر یک صحبت و مشورت هایی که من نزد فرزندان میکنم، همیشه آنها را آگاه میکنم که من نمیدانم چنین یک سرور دولت باشد که برای اینقدر نسل جوان و نسل نورس اینقدر امکانیت های خوب و بزرگ را مثلا فراهم آورد. از آن جمله آزمون ها، مثلا شاهنامه خوانی، علم، فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی. من نمیدانم که یگان سرور کشوری باشد که این گونه برای ملت خود غمخوار و دوراندیش باشد و نیست همگویم خطا نمیکنه. تشکر. جوانان در شرایط امروزه برای هر یک کشور این کلیدی می باشد. وطن دوستی تنها در دوست داشتن زادگاه نیست،
درست است؟ балки ҳиссиёти ё ин ки масъулияти нигоҳ доштани он озодиву он осоиштагии миллату давлат аст. яъне ولی یک رکنی احترام گذاشتن به وطن حمایه مرز و بوم این دوست داشتن وطن است. البته. اگر ما وطن را دوست نداریم نمیتوانیم که جهد و تلاش کنیم، نمیتوانیم از خود گذاریم به خاطر مثلا حمایه زاد بوم خویش. ҳифзи марзу буми кишвар ин худ нишонаи ватандӯстии ҷавонони мо мебошад, чунки ҷавонони мо худ нерӯи мудофиавии кишвар ҳастанд ва хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ин нишонаи боирода будани онҳо ва аз миллату давлати худ ҳифз кардани онҳо мебошад. тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон танҳо ба категорияи ҷавонон дахл надорад. аз кӯдаки хурдсоле ки таваллуд мешавад то нафаре ки дар ҷумҳурии тоҷикистон то синну соли муайяне ки вай зиндагӣ мекунад дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунад, аз оби ин сарзамин, аз неъматҳои табиати тоҷикистон истифода мебарад, вай ӯҳдадор аст ба сифати субъекти анами ҳифзкунандаи баланд бардоштани тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон иштирок мекунад. ва пеш аз ҳама дар ин замина боз дигар қишрҳои ҷомеа муаззаф гардонида мешаванд. масалан занон бошанд, қишрҳои калонсоли ҷомеаи мо бошанд, кӯдакон бошанд. ин ҳама аз якдигар ҳама ба якдигар як занҷираи вобаста ҳастанд ва дар сурате ки ба якдигар вобаст карда мешаванд аллакай дар ҳифзи ватан, ҳифзи амнияти тоҷикистони азиз ва инчунин дар маҷмӯъ агар гирем дар ҳифзи якпочагии тоҷикистони беиштосо саҳми назараси хешро мегузорам. ва инчунин бояд қайд намуд ки дар заминаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва дар ин замина боз чӣ хеле пештарам қайд кардем, бедор намудани дар замири онҳо бедор намудани ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихори баланди ватандорӣ танҳо аз як муҳити оилавӣ вобастагӣ надорад. ин пеш аз ҳама бо аз ҷомеаи мутамаддини имрӯзаи тоҷикон вобастагӣ дорад. барои чӣ? ба хотири оне ки қисмати таркибии ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистон ба ҷомеаи шаҳрвандӣ бисёр алоқамандии зич ва ногусастанӣ дорад ва бинобар ҳамин сабабам ба хотири дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон як зумра субъектон муаззаф карда шуданд ва дар қисмати дигар агар дар сурате ки аз ҷониби яке аз субъектони муқаррарнамудаи қонунгузор агар қонуни мазкур дар амал татбиқ карда нашавад, тартиби ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ пешбинӣ карда шудааст. ин пеш аз ҳама ба хотири чӣ? ба хотири ҳифзи ҳамон манфиатҳои ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон ва дар маҷмӯъ ҳифзи манфиатҳои тоҷикистони азиз равона карда мешавад. جوانان عزیز، شما نیز از جانب مهمانانی که روبروی شما نشستند خب شنیدید نظر و اندیشه های ایشان را و اکنون فرصت آن رسیده است که ما نظر و اندیشه های شما را همچون جوانان با اقبال وطن بشنویم که شما تربیه وطن دوستی را چگونه احساس میکنید، یعنی از کجا منشأ میگیرد و بزرگی وطن را چگونه وصف میکنید، شکرگزاری کردن از این وطن را چگونه احساس میکنید. خب ما نظر و اندیشه شما را میشنویم. چنانه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قید کردگی هستند تاجیکستان سرزمینی پرگنج است ولی بایگری اساسی آن فرزندانی باننگ و باناموس و با فرهنگش میباشد. باننگ و باناموس کیست؟ کسی است که وطن را دوست می‌دارد، ملت و دولت خویش را دوست می‌دارد، از تاریخ، فرهنگ، تمدن خود آگاه است و به اندیشه شخصی من سه عامل یا سه محیط در تربیه و تندرستی جوانان یا خود نسل نو است سهم نظر است دارد. البته اولین این محیط عائله، دوم باشد مؤسسه تعلیمی و سوم محیط بیرونه یا خود جامعه شهروندی تأثیر خوب میرساند. بیاید یک مثال میاریم چون قید کرده شد. ما عین حال در دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی قرار داریم. اگر جوانی را که از عائله وادار نکنند که وطن چیست، خدمت به وطن چیست، قرض شهروندی هر یک انسان است. دست میکشد. اگر از دیگر مثال از محیط بیرونه هرچند فهمونن اگر جوانی مکمل نباشد تا از عائله فهمانده نشود درک نمیکند. بله درک نمیکند. خود شما تصمیم دارید که به خدمت حربی بروید؟ البته ما تصمیم داریم که بعد ختم دانشگاه حتما، زیرا که قرض فرزندی ما از در نزد وطن مادر که خدمت حربی را ادا کنیم. ببینیم که ما میگیم در فضای صلح و آسایشتگی زندگی میکنیم. فضای صلح و آسایشتگی از کجا پیدا میشه؟ اولین درجه از حزب مرز و بوم. بله. اگر من مرز و بوم میکنم راه حمایت نکنم، پس چی حاجت به من گفتن که من در فضای صلح و آسایشتگی زندگی میکنم یا من جوانی همین دولت هم ملتم؟
و اندیشه من. مادر و پدر به شما چی میگوین بابت مثلا این وطن رو چگونه باید دوست داشت؟ خب مادر و پدر همیشه به من تاکید میکنن از همون دورهایی که خودشون از سر گذراندن به من بسیار مثال میارن که بین در وقتی ما میگن این خیلی شرایط ها نبود، این خیلی امکانیت ها نبود، این خیلی آزمون ها نبود. بین میگه همیشه تاکید میکنن نگاه کنید با استیپندیا هایی که تشکیل شده است برای جوانان، خود استیپندیای پرزیدنتی، استیپندیای رئیس شهر یا خود استیپندیای داخل دانشگاهی. بله. همیشه میگن که میخونی برای خودت میخونی، باز برای خونده خودت به تو مبلغ میدهن یا تو رو هوسمند میکنن. یعنی ببینید شما اگر جوانی که فعالیت خوب دارد، دانش والا دارد، جهد و تلاش خیلی خوب دارد، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی مثلا دستگیری ها است. استیپندی هایی که شما اشاره کردید درست است. وقتی که ما خوب میخونیم ملکه در آخر ماه از زمان کرسی دانشجویی برای ما مبلغ میدهد دولت که خب مرحمت گیرید، نغز بخونید و عمر جوانیتون رو ضایع نکنید و این وطن را دوست بدارید و به قدر این مثلا امکانیت های داشته برسید. چگونه می شود حس وطن دوستی را در خود بیدار کرد و مشاهده نمود؟ البته که وابسته به شخصیت این حس هر گونه می شود، وابسته به سن و سال، وابسته به خود خاراکتر شخصیت. ولی یک چیز باید قطع کنم که حس وطن دوستی و افتخار ملی را ما می توانیم در چیزهای خرد مشاهده نماییم. مثلا نگاه به آسمان صاف بی‌غبار تاجیکستان، اهمیت آن که چگونه استقلالیت بر رشد جمهوری تاجیکستان و عموما جامعه ما تاثیر خود را می‌رساند. مشاهده آن که در دوران حاضر، در زمان حاضر چگونه دولت‌ها موجودند و چگونه حالت را از پس سر می‌گذرانند و البته دیگر عامل‌هایی که چون قید کردند این می‌تواند پیوست شوی آزادانه و با خواست خود با صف قوای مسلح یعنی جوانان همچنین پرافشان شدن پرچم جمهوری تاجیکستان در منبرهای بین‌المللی، ورزشی، فرهنگی و دیگر ساحه. البته همه این چیزهای خورده هستند که حس وطن دوستی و حمایت وطن، افتخار ملی را در وجود ما جوانان البته بیدار میکند. من به اندیشه شما بسیار طرفدار هستم، چون اونجا اشاره کردید که انسان باید از روی عقل و فهمش خویش کار بگیرد. یعنی اگر ما از روی عقل و فهمش خویش دوست داشتن وطن را احساس کنیم انکشاف می‌یابیم. چون ببینید ما نمی‌توانیم مثلا یک نظر بد داشته باشیم از آنی که در یک وطن تنج و آرام و آسوده زندگی میکنیم، روبروی همدیگر صحبت میکنیم، در یک شرایط زیبا برنامه تهیه میکنیم، از وحدت و از استقلال و از آبادی و از پرافشانی پرچم تاجیکستان حرف میزنیم. پس این بسیار یک رسالت بزرگ است بالای شانه های ما. این رسالت رو هر کسی برداشت کرده میتواند که اگر وطن دوستی واقعی باشد. شکری بیحد بر دیارم رحم یزدان آمده، عمری آه و غصه و شیون به پایان آمده. می تراود در نگاه گرم ما نور یقین، کز پس شام غریبان صبح رخشان آمده. در نهال وحدت ما چون نشانی از ثمر، غنچه امید ما سبز و شکوفان آمده. دور گردون برد از سر دوره گردن شقی، دوری چون گل نوشکفته‌اند از گریبان آمده. بله. بوی جوی مولیان و یاد یاری مهربان، بر دوشنبه از بخارا عنبرافشان آمده. شاد باش و درزی ای تاجیکستان عزیز، بر تو از نو تخت و بخت آل سامان آمده. سلامت باشین. تشکر دادر عزیز. این همه با زحمت پیشوای ملت محترم جناب عالی به میان آمده است و ما جوانان باید کوشش کنیم تحصیل کنیم و به این وطن زیبای خود و خدمت کنیم. جوانان آینده سازی ملت باید وطن خود را دوست داریم، باید وطن خود را یعنی حرمت و احترام کنیم، حمایت کنیم و پرچم دولتیمان را بلند برداریم و چنانه که در سخنرانی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میگوید جوانان آینده سازی ملت علم آموزید، کتاب و کتابخوانی مشغول شوید و زبانهای خارجی را از خود کنید. و ما هم میخواهیم که در قطار امان جوانان باشیم که با علم و دانش خویش و دانش خویش
یعنی توجه سهمگذار در وطن سهمگذار باشیم. به این باشیم. و البته می توانیم بگوییم که ما ملت تاجدار هستیم. بله. تاریخ خیلی قدیمه داریم. تاریخ خیلی قدیمه بزرگانی به مثل بابای رودکی و بابای سینا و بابای فردوسی و خیام و سعدی و هزاران هزار بزرگانی داریم که عالم از پند آنها درس میگیرد، عالم از کتاب آنها درس میگیرد. و این سرزمین سرزمین رادمردان است. این سرزمین سرزمین پاکان است. این سرزمین مادری را به وای رسانده است، به دنیا آورده است که آن مادر فرزندان نابغه را به دنیا آورده است، به امثال پرزیدنت محبوب کشور ما محترم امام علی رحمان. سراول میخواهم منتداری خش رو به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برسانم که محض با تشبث سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیش گرفته پیشوای معظم ملت امروزها امکانیت‌های خیلی زیاد فراهم آورده شده است برای ما جوانان. مخصوصاً این استیپندیای پرزیدنتی برای خوانندگان و دانشجوهای اعلیخوان، کوتای پرزیدنتی برای ناحیه‌های دوردست، برای که اینها همشون یک حسی وطن دوستی را در وجود هر یک شخص و هر یک جوان بیدار می‌سازند. در کتاب خوانده بودم که میگفت وطن از زمین پیش خانه آغاز می‌یابد. درست است. و حس وطن دوستی نباید این یعنی نباید فقط جوانان حس وطن دوستی داشته باشند. از کودک نوزادی که به دنیا می آید تا شخص پیرانسال، از همه کهنسالترین شخص باید حس وطن دوستی خیلی بلند داشته باشد. مخصوصا امروزها ما در یک دولتی خیلی آرام و آسایشته زندگانی میکنیم که باید به قدر این دولت برسیم. بینید که مثلا ما از خانه میبرویم به سمت دانشگاه، باوری کامل داریم که سالم رفته به دانشگاه میرسیم، چون که در کشور ما یگان مناقشه نیست، خیلی فضای آرام، تامین حفظ حقوق است. تامین حفظ حقوقی، آسمانش خیلی مصفا است. بله. امروزها هممون میبینیم که وضع سیاسی جهان حاضر چگونه است. آفرین. در مقایسه با دیگر دولت‌ها جمهوری تاجیکستان خیلی یک برای من از همه دولت یعنی خوبترین، از همه دولتی که شرایط‌ها برای جوانان خیلی بسیار فراهم آورده شده است، برای من محض همین دولت تاجیکستان به حساب می‌رود. تشکر. چون ما خودمان در اینجا زندگانی میکنیم، باید هر یک شخصی، هر یک جوان حس بلند وطن دوستی رو در وجود خودش داشته باشد. تشکر. و شما ببینید که در عرصه بین المللی اعتراف گردیده است که تاجیکستان یکی از دولت‌های امن‌ترین به شمار می‌رود و سیاحانی که به این کشور می‌آیند از آبادی دیار ما، از تینجی و آسودگی و وحدت و یگانگی و احترام مردم این سرزمین چقدر روح بلند می‌شوند و همه این را ما با چشم سر می‌بینیم. فقط یک وظیفه داریم که آیت شکرانه را باید از لب دور نسازیم، از آنه که در کشور ما صلح است، ثبات است، وحدت است، استقلالیت است، همدیگر فهمی است، احترام است، به همدیگر با نظر نیک نگاه کردن است. این هم از دستاورد بزرگ ما استقلال وطن است. امروز برخی از نفرانی هستند که بیرون از مرز کشور قرار دارند و با وجود جوان بودنشان، با وجود مثلا سن و سالشان بزرگ بودن بعضی هاشون، ولی هنوز با چشم حسد به این وطن بینگرند و از آبادی و از پیشرفت این وطن حسد میبرند، با وجود اونه که تاجیک هستند. ولی این گونه فرزند رو من فکر میکنم مادر تاجیک قبول ندارد و شما وابسته به همین گونه شخصیت ها چی گفتنی هستید؟ یعنی که اونهایی که بیرون از مرز کشور صدا بلند میکنن، حرف ملامت به پیشرفت این وطن میزنن، سنگ ملامت به قدم های استوار نسل مثلا جوان و مردم این کشور میزنند، آنها نسبت استقلالیت ما ناتوان بینند. بله. یعنی آنها نمیخواهند که فضای ما آزاد باشد. یعنی امروز ما در پاس شب هم به یگان ترس و هراس تا منزل خود رفته می رسیم. اما این برای این گونه شخصانی که امروز
به قول دشمنان ما هستند یا به قول که دشمنان ملتن، دشمنان وطنن اونا. بله دشمنان ملتن یا ناتوان بینن نسبت اینقدر پیشروی ها و استقلالیت ما، آنها در جایهای خود شیشته با تهمت و سنگ و ملامت ها میخواهند که وطن و کشور عزیز ما را آلوده هر گونه خوف و خطر خوف و خطرهای زیاد روانه سازند به آنها. نسل جوان کشور چرا باید احساس کند، چرا باید بداند یعنی که همون نفرانی که بیرون از مرز کشور هستند و حرف ملامت برای پیشرفت و آبادی این دیار میزنند، مقصد یگانه اشون این البته جلب کردن جوانانی که کم لیاقت دارند، یعنی کم فهمش دارند، یعنی تربیت خوبی وطن دوستی ندارند، یعنی اونا را جلب کردن به اندیشه خودشان است، به حرف خودشان است. خب شما برای نسل جوان کشور چی میگوید؟ یعنی این گروه ها تا کدام حد میتوانند خطرزا باشند برای این ملت و این ملت و نسل جوان کشور باید از چی آگاه باشد؟ نقش اویله سالم، اویله با معنی، اویله دانشمند، اویله که فرزند به روحیه وطنداری و وطن دوستی و چگونه ما این گونه استقلالیت به دست آوردن و باش که او نابالغ است، جوان است و درک نمیکند چقدر ما جنگ شهروندی رو از سر گذراندیم، چقدر ما زحمت ها کشیدیم، چقدر آبارت دولت جان خود رو در خطر ماندن و دولت رو آباد کردن، صلح آوردن، این رو به سهم جوان رسوندن در کار. این از یکی از سرچشمش از اویله آغاز میکردن. دویمش تعلیم و تربیت در مکتب. این بسیار با یک اویله رفت درست زنجیره بسیار نگسستنی دارد و چقدر که شاگرد ما در اینجا قید کردن، دیگرش محیط، اویله، مکتب، دانشگاه، محیط یک نقطه هست که اگر در اویله ما تربیت درست میتیم، امروز بعضا میگن پدر و مادر بی‌مسئولیت. پدر و مادر فرزند به مکتب روان میکنند، طبق قانون جمهوری توشان درباره مسئولیت درباره تربیت کودک، تا از مکتب رفتن مسئولیت به دوش مؤسسه است. مؤسسه باید برای فرزند ملت تاجیک باید رحم داشته باشد، احترام گذارد و با یک لمزی خوب، لفظی خوب، مناسبتی خوب باید تربیت کند که و یک احساسی بلند هم در اویله هم در مکتب احساس کرد. من فکر میکنم محیط با وی کمتر تاثیر میکند. بله. و دیگر مثلا بلند برداشتن معرفت حقوقی و اخلاقی. امروز البته سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام شد. با تشبث دولت و حکومت جمهوری اسلامی خصوصا پرزیدنت کشور در سطح بین المللی از جانب سازمان ملل متحد امروز قدنامه قبول گردید که سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی اعلان گردید. یعنی پرزیدنت کشور دیدن که تاثیر مثبت رسوند و در سطح بین المللی این رو اعلام کردن و دولت و تمام دولت‌های جهان این رو قبول دانستند که در حقیقت در سطح جهان بلند برداشتن معرفت حقوقی پیش گرفتن گروه‌های افراطگرایی و جنایتکاری و دیگر کارها را به بار می‌آورد، مساعدت خوب می‌کند. و البته این باعث افتخار ما ملت تاجیک است که امروز با تشبث دولت و حکومت امروز در سطح جهان سال 2027 سال معرفت حقوقی تجلیل کرده می‌شود. و دیگر جلب جوانان به فعالیت‌های مفید. جوان وقتی بیکار میمونی و به هر کار دست میزنه. با کار مفید معناش همین است. با آزمون جلب کردن در کار، با کسب آموزی جمع کردن در کار، با تعلیم و تربیت جلب کردن در کار، با مهنت وابسته جلب کردن در کار. و من فکر میکنم با گروه‌های و افراطگرایی و دیگر گروهی که غیر قانونی است جلب نمی‌شود. و اگر ما یک بار با خود سوال کنیم، یک بار پیشتر نظر افکنیم برای جمهوری تاجیکستان، برای آبادی تاجیکستان، مثلا برای سالمگردانی نسل نورس و جوان، آنها نه مکتب ساختن، نه بنگاه طبی بنیاد کردن، نه راه ساختن. خب برای جمهوری، برای سالمگردانی ورزش میدانچه ورزشی ساختن. در مجموع اگر گیریم برای آبادی تاجیکستان آنها عموما سهم نگذاشتند. و امروز که جمهوری تاجیکستان زیر سیاست‌های خیرتمندانه راهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان علخصوص پیشوای معظم ملت در حال رشد قرار دارد، روز به روز آباد و زیبا گشته ایستاده است. آنها که از خارج کشور مثلا نمیتوانند، توان ندارند، مثلا امکانیت ندارند و نمیتوانند بنیاد کنند، سازند و برعکس مانع میشوند به بعضی نمودی فعالیت‌های جمهوری تاجیکستان، یعنی که مانعی ایجاد میکنند. بله درست. البته اگر آنها حسی بلندی ملی می داشتند، وطن دوست می بودند، جمهوری تاجیکستان رو ترک نمیکردند.
аввалан ва баъдан дуюм дараҷа агар гирем, агар онҳо зарраи ҳисси ватандӯстӣ медоштанд ба ҷумҳурии тоҷикистон, миллате ки онҳоро об додааст, нон додааст, миллате ки онҳоро бузург кардааст, падару модарашон дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд, ёру рафиқошон зиндагӣ мекунанд, санги маълумат намезананд. Яъне ин маънои онро дорад ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳеҷ гоҳе чунин фарзандонро қабул ҳам намекунад ва ин гуна шаҳрвандон ҳам ҷумҳурии тоҷикистон надорад ва ман бовар дорам ки падару модарони чунин афрод ҳам ин гуна фарзандро қабул ҳам намекунанд. чӣ тавсия медиҳед ба ҷавонони кишвар дар мавриди рушди тарбияи ватандӯстӣ? онҳо ҳамеша бояд бо ақлу заковати худ кор кунанд, яъне онҳо бояд дурбин бошанд, некандеш бошанд ва ҳамеша пайи мутолиа бошанду пайи ҳамун кору фаъолияти худашон, пайи тамрини варзиш бошанду пайи имкониятҳое ки имрӯз дар ин кишвари азизамон ҳаст. ман фикр мекунам пай дарёфти он имкониятҳо бошанд. бале, яъне пай дарёфти ин имкониятҳо бошанд ки имрӯз онҳо ба ҳамин чиз эҳтиёҷам доранд ва имконияте доранд ки онҳоро истифода баранд. ҷавонони имрӯза бояд алал хусус иродаи қавӣ дошта бошанд. ман фикр мекунам иродаи қавӣ метавонад ҷавони моро аз тамоми он хавфу хатарҳое ки ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ дорад ҳифз кунад. иродаи қавиро албатта ки бояд ҷавонони мо обу тоб диҳанд, яъне ба даст биёранд, бо дониш аз худ кардан, забони миллии худро пурра омӯхтан, таърих, тамаддун, фарҳанги худро омӯхтан ва онро ба ҷаҳониён маърифӣ кардан. вақте ки инсон аз таъриху тамаддун, аз расму оини миллӣ, аз забони модари худ бохабар аст, ҳеҷ вақт ба ин ҳолатҳои номатлуб дучор намешавад. ва ҷавоне ки иродаи қавӣ дорад ҳамеша барои гулгушкуфоии кишвари азизу маҳбуби худ талошҳои худро анҷом медиҳад. ман даъват ба амал меорам ки агар хоҳе ки тарбияи ватандӯстӣ дошта бошанд ҷавонон, ҳамаи қишри ҷомеа хоҳанд ки дар ҷомеаи имрӯза озод зиндагӣ кунанд, ғуломи қонун бошанд. пас ғуломи қонун будан дар ҷомеаи имрӯза эҳсос ва нишонаҳои доштани тарбияи ватандӯстӣ ҳар як фарди тоҷик ба ҳисоб меравад. чаман сипос барои ибрози андешаҳотон ва сипосҳои фаровони дигар мегӯем барои бинандаи донишманд, дурбин ва некандешамон ки вақт ҷудо мекунад ва барномаҳои моро пайгирӣ мекунад. воқеан ҳамватани азиз, ҳавои ватан дигар аст, фазои ватан дигар аст ва дар ин сарзамин зиндагӣ кардан барои мо фақат рисолатеро пеш меорад ки онро дӯст бидорем, самимона, фарзандона ва ба хотири ободиаш дасти хайр дошта бошем. таманно мекунем ки сулҳу субот, амну амният дар тоҷикистони биштосо абадӣ бошад. таманно мекунем ки хонадони шумо пур аз гандум бошад. ҳамватани азиз, таманно мекунем ки ханда ҳамеша давр ба даври хонадони шумо гул кунад ва таманно мекунем ки парчами тоҷикистони биштосо ҳамеша парафшон бошад. нуқта мегузорем ба барномаи имрӯза ва саодату фасоҳату фазолат ҳамсафаратон. то наздиктарин дидор, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.